اگه بتونید شما دوتا من تک بتونید منو ببرید من بهتون 5 تا سیب میدم به ارویتون. اوکیه؟ من نمیخوام بدم داشت. پسر عموم میخواد بده یوتیوبه به خاطر کادو تولدش میخواد به هموطناش یه کادویی بده. من نمیخوام بدم. اوکی. زیاد فعلا معروف نشده، میخوام همینطوری فعلا کار کنه تا یکم مثلا فالوورش رو بده. اوکیه. ببین فقط بازه اسنایپ تکتیوی نداشتی که بعد واش بدی چیکار کنم. خب، حواسم. اوکیه ببین فقط بازه اسنایپ، فقط باید واش بدی، لیک نداریم، نایک نداریم، فقط باید واش بدی، خطیبی نداریم، هم نداریم. خب آجی دیگه ویدیو که معلومه. آجی دیگه من صدام نیافتاده تو ویدیو، حالا که ویدیو تازه دیدم صدام نیافتاده. قضیه که دیگه میدونین دیگه، یه یاروی بود من دیدم تو چت جهانی نوشته دیدم عیسشو ندارم به آجی درخواست من دستم هم اول بازی بود، یعنی گم نه دستم. گفتم من یه دست دور بزنم بیا یه دست گم کنیم به یه ویدیو چیزی. دیدم یارو برگشته داره میگه آره 5 کاپ سی پی برای هر کی که منو بزنه. منم گفتم اوکی. یعنی یه طوری من زایه دارم بازی میکنم خدا سجا خواهم خجالت میکشم ویدیو رو بذارم، انقدر زایه دارم بازی میکنم. اولین بارم هم مثل اینجوری دارم بازی میکنم. جو هم آقا ما گفتیم دیگه، یه نفر اینجوری اومد گفت واقعا آدم چقدر خوبه پسرمون مش یوتیوبر باشه. حالا آیدی هم نداد بدیم کیه، بار بود گفتیم بشین بزنیمش. بازی هم ویدیو نمیخواد ولی گفتم برای خودم بزنم، زیادم میسام توش میدم. من که وایس لایو نیست، اصلا وایس لایو نیست. حالا واسه خودم معرفی نکنم شری هستم، کس خود همیشه منتظر کس خوشی ناموس. یعنی جوری که من تو این ویدیو میستادم خدا سر شاهده، ولی از یه جا بعد دستم گرم میشه. وای وای فقط اونجا باید آدم ببینم. همینطوری داشتم کیل میدادم به یارو. گفتم اوکی. یه جا خند میگرفتم. سنس هم آقا سنسمون هم تازه عوض کردیم، همین امروز، همین چند وقت پیش عوضش کردم با سنس جدید و اینا. نگاه کنیم معلومه یه نت توخ پینگم 70 به نیدم چرا لیجستم اینجوریه. دین اصلا یه دفعه از گوشه میس میدادم، خیلی پشت سرم میس میدادم، دستم گرم نبود دیگه. از یه جای بعد گفتم یه ترای ریز به من بزنم، صدا پاشو میگرفتم. نگاه کن یعنی یارو چقدر خوش شانس میتونه باشه، چقدر خندیدم بهش. گفتم مرد مومن تو چرا اینقدر خوش شانسی. حالا ناموسن شوخی اینا باتی ما نوبسکلی بات از بات پایین تریم به خوب.
نمیدونم اصلا نه ایپاد گذاشتم نه هیچی، فقط داشتم اینجوری بازی میکردم، نه صدا پا داشتم نه چیزی. دمیشم مادم با لول چندم بازی میکرد نمیدونم بچه ها. وای لاسی مایک من مثلا مایک نیافتاد تو ویدیو و چیزایی که گفتم به یارو اینا بود. آقا اومدم گفتم داداش که این تو میخوای بدون اینا؟ گفت نه پسرمون میخواد بدون اینا. من چیز مهمی هم نیست برام، من ویدیو میگم میذارم، حالا داداشون ایشالا بمیره که اونم بخنده. آقا گفتم داداش اشکانه فداست، الان تو این ویدیو نه، تو یه ویدیو دیگه دارم، گفتم داداش اشکانه فداست سرت، نمیخواستی پیاره بدی، فقط مایک بده من اجازه ازت بگم میخوام ویدیو تو بزنم. دنیت ما که با حاجی خیلی باتم، نمیدونم حالا من باتم. امروز نمیدونم چم بود قشنگ داشتم پوی سرمیز، خیلی پوی سرمیز داشتم میدادم به یولو اصلا سطح خاصی هم نداشت، جیجی خوب بازی میکرد. وسط ویدیوی به یولو داشتم 2-3 تا فوشم دادم، گفتم من دیگه کسکش بخواه. خب حاجی داشتیم میگفتیم دیگه آجی دیگه بازی داشت خوب پیش میرفت تا یه حدی، فکرم دارم منو میگم یه جای دیگه داشتم تو فکر آقا من زیر دست به فینیشم تو موتی خوب نیست، تو بهتر خیلی خوبه، تو موتی بده بله. خب حتی یارو داره جام شاتگان میزنه میگم فینیشش میگم با اینکه نایف دستم و تو موتی حالا بگی نگی بده، این ما بخواد نتم بخواد دیوایس بده دیگه. بعد آقا این یارو هم خوب پلیم، اصلا یه جای نگاه کن همین صحنه 5 ثانیه پیش دیدیم یارو، من وقتی میگم نتم تخمی باور نمیکنم، یارو ایم جلوی من میمیم ایورم کسکش خواهی ایمتم نیافتدم، نگاه پا موقع هم نمیم زیاد نگاه تخ خیلی حال میده اصلا اینجوری پلی بدی، ترایی نیست. ما هم هر دقیقه 24 ساعت دنبال یه شات قشنگ بلا ویدیو بداشم خوب جوش باز نکنم مثلا. حاجی شما هم دیدین حاجی دیدین الان یه چیزی رد شد خدا حاجی یه چی رد شد یه لحظه کی دید تو ویدیو یه چی از کنارم تو ویدیو رد شد، من تازه خوامدم فکرم کسخوشم مثلا نقطه اسمان یارو جامد پشمام ریخته. دیدین کی دید الان اون صحنه رو اینو بره شد ما سیخ شده چی 6-17 بود دیگه، فکر کنم اینجا 1 کیل به یارو میده و من افتم دنبال نوکش. سخت بودی حالا زیادم نگیم، نزدیک ویدیو 13 دقیقه است، حالا نمیدونم ما ادیت روش میزنم حالا تا حدی. و ازتون واقعا تشکر میکنم که میشه این ویدیو همو میبینین. حالا خواهم هیچ وقت ویدیو بلند زیاد نمیزنم تو چنم، 1-2 تا میزنم و صدم توشون میزنم بعضیاشون، یکیشون دم و خواهم سوخ گوشیم درک میزنه تو بازم ویدیو میزنم. حالا امروز یه ویدیو دیگه هم شاید گذاشتم تا ببینیم چی میشه دیگه وضعیتون. آجی من یعنی یه کسخل بازیایی داشتم در می آوردم و اگه نگاه کنین اونجا معلومه من حالم این کنار نایف، من اومم نایف بزنم یه 360 تو هوا با همین رو زمین بزنم، اشتباهی برگشتم نگاه نمیدونم معلومه یه کمی هم سنسم بده بیسیک هم یه کمی هم تغییر دادم
فکرم اینجوری همش نمیخوام. اما فکرم بعد این ویدیو که گذاشتم این 3-4 روز پیش گذاشتش، الان رفتم دوست کم باز و همون قبیه گذاشتم و این میبینم تا یه حدی بهتره، دمم نه تا حدی شاید 2-3 تا کم 2-3 تا اضافه کم این اون با دستانسم شاید تونستم. من هیچ وقت علاقه ندارم به جای یارو پاموقی بیام دیگه، مگه این که شوخی مثلا جای رفیقی چیز داشته باشم پام مثلا بیام مثلا پاموقی. حالا یکی از رفیقام هست میشه الان فکر کنم ویدیو میبینم، یه کسکشی الان میشه ویدیو میبینم. آره با خودتم میدونم میشینی الان ویدیو میبینی بهش بهم زنگ میزنی این چه کسشیه. یه بار من یه ویدیو گذاشتم الان پاکش کردم تو چنل، من گفتم گوشیم بده واقعا پاش کردی ناموسن نکنیم بعدتون دارم جد نمایشی دارم میام کس خودم به خدا. حاجی من هیچ وقت صدا پا نمیگم نکن دارم همینجوری میچرخونم. یه زمان چقدر خوب میدوزم این هد نکن یه ای من کیرم تو هرچی شانسم. یعنی من هرچی دستم اون میخواستم بندازم جای یارو دیگه اومدم گفتم به گوله باباش بشم فینیششو بگم گوله بابا هرچی که دیگه رفتم یه فینیش من گفتم حسابم نیست اینجوری کسی رو فینیشر میکنیم ولی خب حالا باید شوخی کنم اینجا هم یه دنس میزنیم تق خنده داره 3 ثانیه آخر بازیه آقا. اینجا می نتش وصله. حالا من یه جا دیگه میام یه ویدیو میزنم. حالا اینجا هم فکرم افتاده دیگه 23 و 8 بردم و یه فینیش هم گرفتیم که نماشم هیچی. خب حالا قضیه چیه اصلا من با مهم نبود اصلا قصدی هم نداشتم بشم یه ویدیو بلند بسازم چون گوشی لگ میده به خدا قسم. الان چون داشتم تا پیشون بودم باید که فهم مایکشو بشنم مایک نداد دارم اینجا بهش میگم داداش باشه فدا سرت عشقی اشکال نداره. من اینجا هم ادفندا نمیکنم یا ما این استیموده. بعد دارم بهش میگم داداش فدا سرت به خدا مهم نیست بهش زنگ میزنم. اینجا برگشتم بهش میگم داداش 5 کای من بدونم میگی 5 کاپ سیپی بدونم کسکش بدونم هرچی 5 کاپو نداد آخرم تا آخر نداد. حالا من تو چنل فکرم باید یه ویدیو دیگه دارم یک بلند دیگه هم دارم چت جهانی نگاه کن دوباره گذاشته درخواستم اومم تو رومش نکن تو بازی ها بهش داشتم بهش مایک نگفتم داشت نمیخوام بخور کیک داد همه کیک داد. وایسی انا لف میده انا وایسی لف برم وایسی 126 هم ده بهش 1 2 3 انا خوش زدن من داشت نتم قطع داداش من دارم میگم کسکش سی پی نمیخوای بدین نده. خب حرف نزنیم بعضی مثلا پف میزنم من فلان اینقدر سی پی میخوام بدم گو نخو نمیخوای بدین نده به تخمم هم نبود وسط ویدیو بخو دفتاد آخر نکن ویدیو یه چم یارم بفتون میگم هر کسی خواست میدونه تو کامنت ها خب برگرده این چیزشو نیسته چیش میاد چون جمعه همین هفته قرار مثلا سی پی رایگان بیاد من میخوام برای اونه که رو آیدیشون میسن سی پی هم گیف میکنم که دیگه یار مثلا مرجونش رایگان میکنم میشین نمیدونم حساب 11 تا داریم این کار برای اونا میکنیم که میشن یه 2-3 دقیقه کاری هم نمیخواد بکنیم فقط بشین رو آیدی تو بذارم نمیخواد نه ساب کنی نه کامنت که باید بذارید چون نظر باید از کامنت خدافظی.